در طول 33 سال صاحب استقلالی مملکت ناحیه واسع از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و معماری و شهرسازی سیمای خود را به کلی دیگرگون نموده مردم شرفمند آن پیوسته پی آبادکاری کمر همت بستند. به اطلاع مدیر شعبه معماری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه بالذکر تا این مدت 69% انشاءات‌های ضروری در ناحیه به استفاده داده شد که در آن بیش از 300 جای کاری مهیا گردیده است. بخشیده به جشن 35 سالگی سفارت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه وسع 408 انشاءات به نقشه گرفته شده است که تا این روز 281 عددش به استفاده داده شده است و در نقشه است که تا جشن 35 سالگی سفارت دولتی جمهوری تاجیکستان پورا ساخته به استفاده داده شود. در سمت معارف بنیاد سیمخانه‌های علاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی با فراگیری 2000 جای نشست در دو بست سال روان به نقشه گرفته شده از جانب صاحبکاران وطنی کودکستان‌های معاصر و مرکزهای انکشاف کودک نیز بنیاد خواهد گردید. همه ساله با سبب زیاد گردیدن تعداد شماره خوانندگان ضرورت ساختن بناهای علاوگی، سیمخانه‌های علاوگی، میز و کرسی ها و دیگر اشیاءهای خانش برای خوانندگان میگردد. شعبه معماری مقامات اجرایی ناحیه واسع در این سمت نقشه چهاربین ها به توسعه رسانیده در اساس مکتوب وزارت معماری و علم جمهوری تاجیکستان که از دستور سفارش های پیشوای معظم ملت به وجود میآید برای ساختن در دوام 3-4 سال برای ساختن 20 مؤسسه‌های تعلیمی درخواست پیش نموده است. علاوه بر این سال سپرگرده برای ساحه معارف ناحیه واسع سال فراموش نشده بود چون که با اشتراک بی‌واسطه پیشوای معظم ملت در ناحیه 4 مؤسسه تعلیمی طریق زمانوی ساخته شده مورد بهره برداری قرار داده شد. حکومت مملکت در سمت بنیاد مؤسسه‌های ساحه تندرستی پیوسته تدبیرهای ضروری اندیشیده از حساب سرمایه‌های خارجی و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مملکت پیوسته بنای و انشاءات‌های نو و خوش‌طرح و زمانوی مورد بهره برداری و استفاده عموم قرار داده می شود. بیمارخانه مرکزی ناحیه با دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و سرمایه‌های شریکان رشد ساخته شده با بهترین شرایط معاصر تامین گردیده است. در ساحه تندرستی در ناحیه واسع یک چند پیشروی‌ها دیده می شود. اینچنین در ساختار گاسیپیتالی ناحیه تمام بیمارخانه‌های رقمی که در حدود جماعت‌ها فعالیت دارند و تامین کسمتیکی فرا گرفته شده پورا تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از تعمیر برآورده شده با تمام تجهیزات و تجهیزات‌های کاری و لوازمات‌های طبی لازمه تامین می‌گردند. اینچنین خودی در بیمارخانه مرکزی ناحیه واسع عین حال تعمیر در سطح خوب قرار دارد. تمام تجهیزات‌های لازمه که به روی خدمت رسانی طبی در کار است در یک سطح بلند قرار دارد. ما کارمندان ساحه تندرستی همه روزه کوشش می‌کنیم به مردم ناحیه خدمت رسانی طبی صفتناک رسانیم. در مجموع در سمت کارهای آبادانی در ناحیه واسع یک زمره کارهای نظررس عملی گردیده. اقدام است که تا جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی همه انشاءات‌های به نقشه گرفته شده با صفت بلند به استفاده داده شوند. همزمان با بنیاد و از نوسازی بنا و انشاءات‌های مورد نظر برای ساکنان جایهای نو کاری و شرایط لازمه فراهم کرده می شود. بنیامین شریفزاده، سلیمان سعیدزاده برای برنامه اطلاعاتی خبر از ولایت ختلان.